خب اینجا گفتن در حالت حیض، یعنی زن وقتی که حالت ماهانه می شود، برادرها و خواهرای عزیز شما دانین که کمترین حیض 3 روزه، یعنی همون خونه که ماهانه می رود، بلندترینش 10 روزه. یعنی اگر از 3 روز کم آمد او را علاکه استحاضه میگن، یا از 10 روز زیاد رفت، اینها هر جا باشد همون یکان بیماری های در همون رحمی همون خواهرای ما هست. این حالت دیگه از 10 که گذشت، اینجا دیگر وای طهارت میکند و نمازاش خواندن میگیرد، وای دیگر از حیض حساب نمیخورد. یا از 3 روز کم هم که آمد، او را هم برادرای عزیز، شخصانی که میخواهید وزن بگیره، یعنی که بزبله شوین، کچاک شوین، برای شما سمیونوان ارگینال شفافرما رو توصیه میدیم که از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میدهد. برای دسترس کردن همه چیز ارگینال شما تنها از شفافرما پیدا کرده میتونید، چون که با باوری کامل چیز شما میگیری. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل میشه، یا اینکه در کامنتاری وزن نویسید. انا این بیماری هست، این به حیض یگان وابستگی ندارد، زیرا کمترینش 3، بالاترینش 10 روز است. و اینجا سوال دادن که آیا در حالت حیض اگر مرد زن را نزدیکی کند، خانه‌داری کند، آیا گناهکار می شود؟ خدای مهربان در سوره بقره انا می فرماید، آیت 222: و یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. الله مهربان میگوید هرگاهی که زن در حالت حیض باشد، شما از اونها کنار گیرید، به معنای که با اونها شما نزدیکی نکنید، با اونها خانه‌داری نکنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، به معنای که با اونها خانه‌داری نکنید تا زمانی که پاک شوند. یعنی وقتی که از همان گوییم که عادتی که دارند، زنها چون میدانند خواه 3 روز است، خواه 5 روز است، خواه 7 روز است، وقتی از همان حالت که برآمد، اینجا یک مسئله فقهی دیگر هم گویم، پیش از آبازی کردنش، یعنی هر یک آدمی، هر زنی که از حیض یا نفاس، یعنی از بعد فرزند کردن 40 روزی که مثال زنها گویم نگاه میکنن که تا پاک شوند، بعد پاک شدنشان اونها باید غسل کنن، یعنی آبازی کنن. بعد مقصد گویم اونها با اصطلاح های امروزه نمازی میشوند و عبادتاشون و همون معامله هایی که در حالت پاکی داشتن همون را دوام میتین. لیکن همینجا وقتی که همون 3 روز بود یا 5 روز بود، وقتی مهلت تمام شد، اگر آبازی نکرده مردک با او اگر یک جای خانه‌داری هم که کند، بعد آبازی هم که کند، این هم درسته. یعنی همون آبازی که میکند، هم از آبازی همون حالت حیضش بگیم، هم از آبازی حالت جنابتش، از هر دی همه پاک میشود. این مسئله هم اکو در رفتی صحبت من در ذهنم آمد، برای بعضی ها گویمم، زیرا که اینم در شریعت خواهرها و برادر عزیز درسته، ولی در حالت حیض اجازت نیست که مرد با زن همخوابگی کند. اگر هر کسی کرده باشد، این کفارت دارد. کفارت دارد. انا آمده است دینار یا نصف دینار. برای همین یک مبلغی هست که
ممکن بگیم با یا 20 سامان تا 50 سامان و کفارت دارد. هر کسی کرده باشد ایره به یک آدم کمبغل و بیچاره مقصد صدقه میکند و برای این گناه کردگیش توبه میکند. فکر میکنیم انشاءالله این مسئله را برادرای عزیز فهمیدیم. مسئله دیگر اینجا آمده است. نفری سوال کردن که حاجی بابا همین پیوه هایی که همین آبی جو میگیم یا پیوه میگیم در روسیه هست، استحصال روسیه، آیا همین را نوشیدن اجازت هست یا اجازت نیست؟ برادرای عزیز و گرامی، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. اصلا من اولی پیش از اینها را گفتم، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. بین در خدا رحمت کنه عزیزای خدا را، میگن فتوا دیگره تقوا دیگره. لیکن انشاءالله همین انسانی که تقوا داشته باشد، با تقوا باشد، یا گوید که من همین از راه تقوا مقصد باید که روزگذرانی کنم، شکری الله مهربان امروز ما همین نیازی به نوشیدن همینا هم نداریم. اینقدر آبهای میوه هایی که خدا را شکر اینقدر زیاد است، ما میتونیم از اینا استفاده بریم، هم برای سلامتی ما خوب، هم برای دینداری ما خوب. زیرا برادرای عزیز و گرامی، ولی بینین همین ایران، اینا دبی، پاکستان، همین دولت هایی که مقصد گویم مردم مسلمان زندگی میکنن، اینها استحصال همین را دارن. در تاناشون ماء الشعیر یعنی آبی جو. این آبی جو برادرای عزیز نوشیدنش هیچ باکی ندارد. اینم طبابتیه، اینم خوبه. فقط همون ناروایش در همایی که وقتی گرادوسش میزنن، وقتی 0.5 یا از او بالا یا پایانتر وقتی میزنن و بعد او قوت مست کننده پیدا میکند. خیلی که در حدیثان پیامبر ما گفتن هر چیزی که اگر زیادش مست کند کمش هم حرامه. برای همین بهترش همینه که حتی بچه ها گفتن که ما همون پیوه هایی که در روسیه استحصال می شود بسیار با حرف های میده 0.05 گرادوس دارن میگه. برای همین یعنی اینهایی که در دولت های اسلامی استحصال می شوند، من خودم دیدم خواندم نویسندگی که بدون الکگول و همچنان بالاک شونده با همون اتیکت که بگیم یا تمغه حلال نویسندگی های. یعنی مقصد همون خالص آبی جوه. یگان چخیلی که نمین امروز آبهایی که ما داریم اینا در تاجیکستان خودمان هم یا در همون دولت های روسی هم آب پمیدار های، آب لیمان های، هر خیل نام ها دابری و مثال هر خیل نام هاشون موندگی هن. یعنی همونا را بینین اونا آب میوان بگیم، آب میوان. یگان چیزی با اونها مقصد یعنی مسکننده نیستن. برای این آبهای جوی که در او دولت های اسلامی استحصال می شوند خداشون می نویسند که بدون الکگول یعنی مسکننده نیست. در این یگان چیزهای مسکننده مقصد یک جای شدگی نیست. برای این برادر عزیز اگر از همون خیلی که من میگم باشد و حلال نویسندگی باشد، خب اینا اکو گارانتی ما همونه. ولی در اینهایش که مقصد نال نویسندگی های پیوه نالش میگن انا یا اینکه مثال ندارد میگد، از ایناش احتیاط کنیم برادر عزیز، بسیار خوب میشه. زیرا همین در مسلمان حلق پاک بسیار نقش مهم میبازد. وقتی حضرت سعد ابن ابی وقاص پیامبر گو حضرت برای من یک راهنمایی کن که همین دست ما برداشتم از الله هر چی که خواستم خدا دعا ما قبول کنه. پیامبر چیش گفت برادرو؟ آیا گفتش که روزه بگی؟ آیا گفتش که مقصد
انا حج برا یا گفتش که نماز شب بخوان. نه، گفت اطیب حلقک، یعنی حلقت را پاک نگه بدار. یعنی از نوشیدن و خوردنی هایی که اونها یا حرام باشن یا در اونها شبهه باشن، از اینا ترک کن، اینا را به اینها نزدیک نشه. دعا تعالی مهربان قبول میکنه. ببینید برادران عزیز، چقدر برای ما و شما راهنمایی های زیبایی از پیغمبری خدا. پاک کنین حلقتونه، الله مهربان دعاتونه قبول میکنه. برای همین به همو پیوه هم برادر عزیز ما روز ما میگذره، ما همون نیازی به همو پیوه نداریم. ببینید اونها را در ضرورت هایی که انسان هلاک میشوه و بجز مقصد همون آبها دیگر آب نباشد، همجا از روی ضرورت مباح میشود. از شما خواهش میکنم برادر است که سخنهای من را درست فهمین. احتیاط بسیار مهم است. پیامبر نازنین گفته دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چیزی که شبهه داره ترک کنین. در چیزی که شبهه نیست آزادانه نوشین، چی باکی نداره. برای همین برادر عزیز در همین مسئله ها بسیار احتیاط کنین. انشالله به خیر جان خودتونه، به فایده جان خودتونه. حتی در همون پیدایش فرزندم بدانید که همین نوشابه ها و همین خوردنی های ما تاثیر داره. اگر ما مثال هر چیزی شبهه آور، هر چیزی از حرام کرده را اگر تناول کنیم و بنوشیم، فرزندان در تاثیرش میرسه. زیرا که نطفه خودش ایروی غذای، غذای ما اگر ای شبهه و از حرام باشه، دیگه شما خودتان دانین که اون نطفه که از خوردنی و از نوشیدنی شبهه و حرام باشد، او از او چخیل فرزند به دنیا میاد. برای همین برادر عزیز بسیار احتیاط کنین. اگر از همو حلال کرده ها و از همو بدون الکگولی گفتم باشد، نوشیم باکی نداره. لیکن نباشد، هموناش هم ترک کنین، هیچی باکی نداره. همیناش هم نه 0 گرادوس شو، نه همو پیوه و همینها را ننوشین. بسیار انشاءالله برای شما خیر داره. الله مهربان نگهبانتون باشه. سوال دیگر دادن، گفتن نماز قصر. برادرای هستن که یعنی نماز قصر امروز مسافش بگیم اگر برای از ذهنتان دور نرود، یعنی 90 کیلومتر. ما اگر از جایی که سفر میکنیم به همون موضعی که باید رویم، اگر 90 کیلومتر باشد، ما مسافر حساب میخوریم. یعنی در راه نمازهایی را که باید خوانیم قصر میخوانیم. قصر به معنای کوتاه کردن. ولی بعضی ها در نیتاشون نیت میکنن، نیت کردن میگذارم مقصد 2 رکعت فرضی قصر پیشین. این خیلی لازم نیست. این قصر خودش یک عباره، یک کلمه که نمازاتون کوتاه کنین. یعنی همون 4 رکعت ها را تو تخوانین. ما نیت میکنیم، نیت کردن بگذارم 2 رکعت فرضی پیشین یا 2 رکعت فرضی نماز عصر. وقتی در همون گویم انا جایی که نیت کرده بودیم رسیدیم، اونجا باید نیت اعتباره. اگر نیت من تا 15 روزه باشد، همونجا هم نمازهامون قصر میخونیم. یکی نیت من 15 زیاد باشد، یعنی 16 باشد یا بالاتر باشد، دیگه نمازها را در همون جای رسیدگیمون با پرگی میخونیم. اگر جایی را بیم که مثال 3 روزه میریم، 5 روزه میریم، البته این معلوم است که مسافریم ما، لیکن خانه پدر ما یا خانه خواهر ما یا خانه اکم فرق نداره. وای خانه ما نیست، وای خانه پدر ما، وای خانه اکم. من وقتی در اون موضع نماز ما پر میخونم که خانه خودم باشد و در همونجا مقصد اویله من باشد، زن من باشد. در جایی که اگر من 90 کیلومتر روم و نیتم 3 روزه یا 4 روزه باشد، لیکن در اونجا زن نیست، فقط خانه خالی باشد، اونجا من مسافرم. من باید نمازم قصر کنم.
خب دیگر سوالی که در اینجا کردن، من اول آیت شو بیاوم. برادران و خواهرای عزیز، در اینجا یک کسی دیگه سوال داده است که ما اگر به شرطی که برای شوهرهامون لبهامون غوض کنیم یا اینکه بینیهامون میده کنیم یا نویسنده است که دندانهامون میده کنیم، خیلی اینجا در چند چیزا آمدگی انا آیا همینها را مقصد شریعت رخصت میتد یا نمیتد؟ خواهرها و برادرای عزیز، یک آیت داریم در سوره نساء آیت 119. الله مهربان چی میگه؟ میگه خب ولا امورنهم فلا یغیرن فلا یغیرن خلق الله. آیت 119. الله مهربان چی میگه؟ میگه وقتی که ما شیطان میگه از مقام و منزلتی که داشت وقتی پیشش کردیم برای خاطر فرزند آدم، میگه همچه قسم یاد کرد که من در خلقت تو ای پروردگار، من در آفرینش تو تغییرات میدارم. یعنی این قسم شیطان بود که پیش خداوند برای که یعنی این کار که الله را در غضب میاره، گفت انامین انسانهایی را که چگونه آفریدی من در همینها تغییرات داخل میکنم. تغییراتش خلاص همین ولی شما بینین یک رسام بگیم یک رسم بکشد یا اینکه اگر یک این همین پیاله ساز یا پیاله بسازه یا یک بگیم همین نقش خانه را یک کس درست کنه، اگر همون را بگوی که نه معقول نه مثلا همین رسم کشیدگی خوب نه، میدونین چقدر خفه میشه، چقدر ملال میشه. اگه شما فکر کنین که یک اللهی که چقدر انسان زیبا آفریده است. شیخ سعدی میگه دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چون این صورتگری. وقتی از یک نطفه میگه اینقدر صورتهای زیبا آفرید، کی میتواند که از آب این خیل صورتها را بسازد؟ البته بجز الله هیچ کس نمیتواند. اگه ببینیم برادرای عزیز که اشداء علی الکفار، اینها دشمنای دین را بد میدیدند، رحماء بینهم، یکی بین یکدیگر بی‌نهایت محبت زیاد داشتند، سخت یکدیگر را دوست می‌داشتند. ببینیم برادرای عزیز، خداوند از محبت او آماده یادآور شده که اونها دوست می‌داشتند. یعنی شما هم دوست بدارید. وقتی من انما المؤمنون اخوتون گفتم فاصلحوا بین اخویکم، وقتی من این سخنها را الله میگه گفتم مؤمن برادر مؤمن، وقتی برادر تا دوستش بدار. وقتی تو برای خاطر خدا دوست میداشتی، الله میگه بر من لازم شد که من تو را دوست بدارم. ببین تو در نتیجه این کاری که یک کس به خاطر خدا دوست میداری، برای پولش نه، برای منصبش نه، برای کار تبود میکنه، برای این نه، برای خدا دوست بدار. زیرا اینهاش گفت یا مردم خوجندی یکی پشت پول و
мансаб و دیگر دو یا وقتینچند یا میگذره درم هم مرده کم ترک همون حالتش دیگرگون شی جورگی تو تمام میشه دوستی تو تمام قچ لیکن خاطری خدا دوست داشتن برادر عزیز این چیزی پایندگیه بعد این برکت داره این برکت داره این بسیاری مشکلات امت اسلام دور میکنه اگر ما دیگر به خاطر خدا دوست بداریم بسیاری مشکلات های امت اسلام از بین میرود همین حاضر ما برادر عزیز این چیزا نداریم ما نداریم که دیگر به خاطر خدا دوست بداریم این گمان ما هست میشود که گمان ما برادر عزیز ممکن ما در گمان خطا هم کنم ولی چیزی را من گفته هستم که همین را کم کم احساس میکنم که همین چیز در بین ما نمیرسه برادر عزیز وقتی ما یکدیگر را به خاطر خدا دوست بداریم این نه تنها اولی بینین این حتی پاداش اخروی دارد ما در حدیث خواندیم که الله مهربان میگفته است که این المتحابون فی جلالی ولی بینین سراغ میکند در روز قیامت الله میپرسه یعنی بیارین کجا دارن آن کسانی که در دنیا دیگر را به خاطر من دوست می‌داشتند در کجا هستند بیارینشان برای چی بیارن و چی مقصد چی اونها را میارد یگان شرمنده شون میکند خجالت ده میمانشون برای چی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا پیامبر میگه که خدای مهربان برای اینهایی که در دنیا دیگر را به خاطر خدا دوست داشتند برای اینها منبرها ساختگی است منبری از نور منبری از نور برادر فقط تصور که میتونی او را ساخته هیچ کس مخلوق نمیتونه او را از نور منبر ساخته به جز الله کسی نمیتونه میگه انا همون منبرها دا من نفرهایی را میشنانم که در دنیای دیگر را به خاطر من دوست داشتند حتی میگه پیامبرها و شهیدها ببین رشک میبرند غیبته میکنند که اینو کیان که این خیل برای اینها خداوند مقام و مرتبه دادگیه یعنی اینو پیامبر نباشند اینو شهید نباشند چرا یا یک مقامی بلند گرفتند برای همین برادران عزیز و گرامی این خیلی و خیلی برای ما و شما ضروره که یکدیگر را به خاطر خدا دوست بداریم